یاد خدا. بسم الله الرحمن الرحیم. الذین آمنوا و تطمئن قلوبهم بذکر الله الا بذکر الله تطمئن القلوب. اللهم کل ولیک الحجة ابن الحسن صلواتک علیه و علی آبائه فی هذه الساعة و فی کل ساعة ولیا و حافظا و قائدا و ناصرا و دلیلا و عینا حتی تسکنه ارضک طوعا و تمتعه فیها طویلا. سلام خدا بر پیامبر رحمت و خاندان مطهر و پاکشون. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. سلام خدا بر امام مهدی عجل الله تعالی فرجه الشریف و سلام خدا به شما اهالی ارجمند یاد خدا، بینندگان خوب شبکه قرآن و معارف سیما. خیلی خوش آمدید، وقتتون بخیر. انشالله جمعه بسیار خوبی رو پشت سر گذاشته باشید و ما هم با افتخار جمعه های مهدوی یاد خدا رو پیشکش حضورتون خواهیم کرد. افتخار دارم همچون روزهای جمعه این فصل جدید برنامه یاد خدا محضر سرور ارجمندم استاد محترم حوزه و دانشگاه جناب حجت الاسلام المسلمین حاج آقای حیدری کاشانی سلام و عرض ادب داشته باشم. حاج آقا سلام عرض میکنم، خیلی خوش آمدید. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیک یا نور الله الذی یهتدی به المهتدون و یفرج به عن المؤمنین. عرض سلام و ادب و احترام، ارادت و محبت محضر امام عصر ارواحنا فدا و همه دلدادگانشون. عرضه می داریم آقا بیا تا زندگی معنا بگیرد، آقا بیا تا زندگی معنا بگیرد، تا اشکهای مادرت زهرا بگیرد. آقا بیا تا با ظهور چشمهایت این چشمهای ما کمی تقوا بگیرد. پایین بیا خورشید پشت ابر غیبت، تا اندکی اخلاص ما بالا بگیرد. انشاءالله انشاءالله انشاءالله. ما محضر استاد حیدری کاشانی عزیز هستیم، داریم راجع به سلوک مهدوی باشون صحبت میکنیم، یعنی سبک زندگی که مورد رضایت امام زمان، مورد رضایت حضرت مهدی قرار بگیره. انشاءالله چی کار کنیم که آقا از دیدن پرونده ما و از دیدن رفتار ما رضایت داشته باشن. با اجازهتون خلاصه ای از جلسه قبل رو که فکر میکنم لازمه بریم 2 هفته قبل، چون هفته گذشته شهادت بود و هفته قبل ترش میخوایم ادامه بحث رو به صورت سلسله وار تقدیم حضورتون کنیم. پیشکش حضور شما با آمادگی برگردیم کلاس درس سلوک مهدوی رو شروع میکنیم. خب ببینید، ما اینجاست که نیازمند اینیم که این معادله تقوا رو بازنگاری کنیم، بازنگری بکنیم. 258 آیه در قرآن دستور به تقوا میده. در حقیقت نخ تسبیح تمام معارف قرآنی و وحیانی تقواست. این تقوا به چه معناست که بعد در بیانات امام نور حضرت ابا عبدالله هم ما به کرات داریم اوصیکم به تقوا الله. حالا در بیانات امیرالمومنین در نهج البلاغه که به کرات اوصیکم به تقوا، یعنی شما با نور قرآن و اطرت که همراه میشید، توصیه اول و آخر اوصیکم به تقوا الله. حالا این تقوا اگر حقیقت پیدا کنه در وجود ما، کفایت خدا ما رو کفایت میکنه، دنیامون رو، آخرتمون رو. آیه‌ای داریم در قرآن میفرماید یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله و آمنوا برسوله یؤتکم کفلین من رحمته و یجعل لکم نورا تمشون به. اینه که در معنای تقوا شهید مطهری رضوان الله تعالی علیه میفرماید تقوا اگه معنا بشه به پرهیزگاری، معنای ناقص و نارساییه. در کاملترین و جامعترین معنایی که برای تقوا شده، کتابی داریم به نام معیشت پرهیزگارانه که توصیه میکنم به عزیزان دلم که عزم و جدیت مهدی یاوری دارن، با نور نائب الامام همراه بشن. کتاب معیشت پرهیزگارانه، تقوا در کلام رهبر معظم انقلاب. بنده معتقدم دقیق ترین معنای تقوا تا به حال در میان تمام علما و اولیاء شیعه و زعیمان شیعه متعلق است به مقام معظم رهبری که فرمودن تقوا یعنی مراقبت، یعنی خیشتن پایی با مراقبت شدید لحظه به لحظه. خیشتن خیش رو بپایی با مراقبت شدید لحظه به لحظه. در چی؟ مراقبت بر رفتار، بر گفتار، حتی بر نیات. خیلی خوش اومدین. الحمدلله که
مردمان خوبی مثل شما بیننده ما هستن. 3720 هم یکی از راه‌های ارتباط ما و شماست و 162 هم شماره تلفن ارتباطی ما و quran.tv.ir هم برای عزیزان که میخوان فایل های صوتی ویدئویی برنامه رو استفاده کنن. ما خدمت آقای حیدری کاشانی به یک نکته رسیدیم از آیه نور، آیه‌ای که بسیار بسیار مهم هست، آیه 35 سوره مبارکه نور، که فرمودن این تعبیر نورون علی نور مقام همراهی و معیت با امام هست و به موضوع امامت و ولایت اشاره داره. منتها فرمول طلایی رو ارائه کردند که لازمه همراهی با این نورون علی نور و لازمه همراهی با مقام امامت داشتن تقواست و راجبش صحبت ها کردیم، راجب فرقان برام فرمودن. امروز میخوایم بیشتر راجبش از حضورشون یاد بگیریم انشاءالله. آقا از تقوا فرمودید برام. بله. و این که تقوا رو ما چگونه معنا کنیم، چگونه بفهمیم. گفتید یه تقوای پرهیز داریم، یه تقوای ستیز داریم، یه تقوای گریز داریم، درست مرحبا. پیرو اون صحبت معلم شهید مطهری عزیز که می‌فرمایند تعبیر پرهیزگاری برای تقوا یک تعبیر نارساست و ما باید دنبال تعبیر قوی‌تر و رساتر و جامع‌تری باشیم و در تعبیر رهبر معظم انقلاب رسیدیم به تعریف تقوا: خویشتن پایی با مراقبت شدید لحظه به لحظه. حالا وقتی که این رو بخوایم عملیاتی بکنیم در متن زندگیمون، چگونه یک تاکتیک هایی داره، یک عملیاتی داره، یک معادلاتی داره، میرسیم به همین 3 مرحله تقوای عملی، تقوای پرهیز، تقوای گریز و تقوای ستیز. که ببینید در قالب یک مثال نزدیک بشیم به این 3 مقام تقوایی. به هر حال ایام بحران بیماری کروناست و بیماری که اومد معادلات زندگی بشر رو در سطح جهانی و بین المللی تغییر داد، همه معادلات رو به هم ریخت، که امیدواریم خداوند شر این ویروس منحوس رو به باعثان و بانیانش برگردونه از دشمنان امام زمان و انشاءالله محبان امام زمان و تمام موحدان جهان و نسل بشریت، غیر از اون نمرودها، فرعونها، اون شداد ابن عادها که اتفاقا حضرت میاد شمشیر قهرش برای اونهاست، انشاءالله با همین ویروس منحوس سرنگون و هلاک بشن و نسل بشری نجات پیدا بکنه، به ویژه موحدان و محبان امام زمان در اقصا نقاط عالم در حفاظت و حراست ویژه الهی قرار بگیرن. بیماران عزیزمون انشاءالله شفای کامل و عاجل به دعای خیر امام عصر روحی فدا انشاءالله عنایت بشه. ببینید در مقابله با این ویروس ما 3 تاکتیک و عملیات رو میتونیم اجرا بکنیم. عملیات اول قرنطینه خانگیه. از مردممون میخواییم که حد الامکان حضور حد اکثری در خانه و حضور حد اقلی در جامعه، یعنی ارتباط با محیط آلوده و آلودگان به این بیماری قطع میشه. این میشه تقوای پرهیز. میگه ماسک بزن. این ماسک یک پرده‌ای میشه که تو رو پرهیز میده از ورود ویروس کرونا و یا انتقال این ویروس از تو به دیگران. این میشه تقوای پرهیز. قل للمؤمنین یغضوا من ابصارهم. بگو ماسک چشمشون رو بزنن، این چشمشون رو فرو بیفکنن. شاید آلودگی ها رو در فضای واقعی و مجازی ما هنوز نتونیم جمع بکنیم در جامعه خودمون و جامعه جهانی که افق البته دولت کریمه مهدوی لا یعصی الله فی ارضه، باید به جایی برسیم که در زمین خدا گناه و معصیت انجام نشه و یقام حدود الله فی ارضه، تمام حدود خدا اقامه بشه. ما باید به اونجا برسیم. حالا فعلا نمیتونیم جمع بکنیم، تو فضای مجازیمون آلودگی هایی هست، فضای واقعیمون آلودگی هایی هست، اما این پرده چشم رو که میتونی فرو بکشی. دانشگاه تقوای پرهیز سوره نوره، همین سوره نوره، تقوای پرهیز، آیات 30 تا 32 که به مردان مؤمن میگه قل للمؤمنین یغضوا من ابصارهم، بلا فاصله بعدش میگه قل للمؤمنات یغضضن من ابصارهن. به مردان مؤمن، به زنان مؤمن بگو این پرده چشمشون رو فرو بیفکنن. حیای در چشم، عفت در نگاه، این میشه یکی از مراتب تقوا. و اتفاقا سامانه و هدف گذاری تمام رسانه های شیطانی و نفسانی عالم اینه که چشم انسان رو بی حیا بکنن، هر چیزی رو ببینه.
اگر تونست انسان رو چشم رو بی حیا کنه، میتونه کامل انسان رو اصلاح کنه از حیامندی و بی حیا کنه. اگه انسان رو بی حیا کرد، داریم لا دین لمن لا حیا علیه، لا ایمان لمن لا حیا علیه. کسی که حیا نداره نمیتونه دیندار بمونه، نمیتونه با ایمان بمونه. دین و ایمانش رو به دنیاش میفروشه انسان بی حیا. خب این میشه تقوای پرهیز. دانشگاهش سوره نور که فرمودن سوره نور رو تلاوت کنید تو خونه‌هاتون تا تمام اهل خونه در حفاظت و حراست الهی از شهوت‌های حرام بمونن. کمین که حالا آیه نور هم میرسیم درش، حسینه‌های پر عظمت. دوم، عملیات دوم اینه که ما بیاییم بگیم که الان مثلا وضعیت تهران وضعیت قرمز، وضعیت هشداره، اما مثلا یکی از شهرهای ایران، مثلا شیراز، وضعیتش سفیده. یه عده سریع فرار رو برقرار ترجیح بدن از تهران، از وضعیت فوق قرمز و فوق هشدار حرکت بکنن سریع به وضعیت سفید، مثلا در شهر شیراز و شهری که وضعیتش سفیده. میشه تقوای گریز. یعنی از محیط گناه و زمینه گناه باید تو توان فرار داشته باشی، فرار رو برقرار ترجیح بدی. در مجلس گناه قرار نه فرار باید کرد، به سبک یوسف صدیق در گناه گریزی. دانشگاه تقوای گریز سوره یوسف و قلقت الابواب و قالت حیت لک یا حیت لک. بشتاب 7 در رو بستم، یه خلوت شیطانی، یه لذت نفسانی. برای هممون پیش میاد این امتحان یوسف گونه. برای هممون خداوند با این عنصر غریزه سرکش جنسی همه رو امتحان می‌فرماید. بعد اونجا باید تقوای گریز، فاستبق الباب، فرار کرد به سمت در. نگفت در قفل زده است من تو میت گناه بمونم تن بدم، گفت وظیفه من از اینجا تا این در که میتونم فرار کنم. و بعد خدا بابها رو باز می‌کنه. 7 در قفل زده مقابل تو، قفل ها یکی یکی شکسته شد. این روزی های من حیث لا یحتسب. تو اگر اهل تقوای گریز بودی، خداوند 7 در بسته مادی معنوی رو مقابل تو باز میکنه، قفل ها رو باز میکنه. آقا معادلات اینجا رقم میخوره. خدا کند که معادلات قرآنی و وحیانی رو بفهمیم و توفیق عمل و پیاده کردن در عرصه فردی، خانوادگی و اجتماعی پیدا بکنیم. و تقوای ستیز، اونجایی که الان نگاه میکنید تمام عالم بسیج شدن تا واکسن این ویروس حقیر و خطیر رو پیدا بکنن. یعنی یه واکسن وارد بشه، وارد بدن ما بتواند این ویروس، حالا بگیم 1000 بار وارد بدن شو، توان بدنی ما انقدر هست که با این ویروس بستیزد و اون رو مغلوب بکنه. این تقوای ستیزه. یعنی ما به چنان قوت ایمانی برسیم که اگر در محیط آلوده هم قرار گرفتیم، طبق شرایطی نتونستیم پرهیز کنیم، نتونستیم فرار بکنیم، آلوده نشیم. روح ما، نور وجود ما انقدر قوی باشه که اون ظلمت رو کنار بزن. بشه شهید شمران رضوان الله تعالی علیه، بشه شهید عباس بابایی رضوان الله تعالی علیه، که حالا داستانی هست از شهید بابایی که میخوام تقدیم بکنم و این 3 مرحله تقوا رو پیاده بکنیم و یک نتیجه گیری انشالله تقدیم جامعه ایمانی و مهدویمون داشته باشیم انشالله. بریم محضر قرآن کریم. جلسه گذشته یک نکته بسیار ارزشمندی رو فرمودن، دوست دارم این جلسه هم اشاره کنیم به اون. یکی از نکات قرآنی تقوا رو آیه 2 و 3 سوره طلاق معرفی فرمودن. بریم این 2 آیه رو با بیننده‌های خوبمون بشنویم، برگردیم داستان شهید بابایی و موضوع تقوا رو بشنویم انشالله. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرج آل محمد. تقوای پرهیز، تقوای ستیز و تقوای گریز. اگر بخوایم مراتبش رو میفرمایید اول پرهیز، دوم گریز، سوم ستیز. شهید بابایی راجع به ستیزه یا نه؟ در هر 3 مرحله. در هر 3 مرحله. ببینید شهدای ما اون ستارگانی هستن که به تعبیر قرآن و به نجم یهتدون، با این ستاره ها میشه راه هدایت رو پیدا کرد. چرا؟ چون که اینها نمره قبولی گرفتن در اقتدا به نورون علی نور.
اینها دیگه نمره قبولی گرفتن، هدایت یافتگان عالمن، فائزانن، رستگارانن، دیگه بالاترین نمره قبولی رو گرفتن. پس میتونه الگو باشه، الگو سازی بکنیم از سیره شهدامون. بهترین راه رسیدن به قله ها اقتدا کردن به اسوه هاست، ره چنان رو که رهروان رفتن. شهید عباس بابایی عزیز وقتی که قبول میشه برای دانشگاه خلبانی در آمریکا بره دوره تکمیلی رو طی بکنه، یک دوستی داره که همراه اوست در ایران. او گزارش میده، میگه که هفته اول ما قرار گذاشتیم که من برم خوابگاه عباس و در حقیقت درس رو مباحثه کنیم. با صحنه عجیبی مواجه شدم. دیدم که خب یک دانشجوی آمریکایی کنار عباس انداختن، یه خوابگاه 30 متری، اما عباس برداشته به 2 قسمت 15 متر مساوی تقسیم کرده، یه پرده ضخیم هم انداخته روی این تناب. گفتم عباس خوابگاه 30 متر 2 نفر آدم، تو چرا این کارو کردی؟ گفت اونور رو نگاه کن. نگاه کردم فضا آلودگی شیطانی داره. تصاویر هنرپیشه‌های هالیوودی، بطری شراب، تلویزیونی که تصاویر آلوده ازش پخش میشه. میگه عباس گفتش که یه هفته‌ای به این دوست آمریکاییمون گفتیم راه اینه، چاه اینه، اتمام حجت کردیم، نه خیلی احوالاتش خراب‌تر از این حرفاست که یک هفته بشه او رو هدایت کرد. گفتیم پس ببین عزیز دل برادر، آلودگی اون طرف این طرف نباید بیاد. من یه آرمانی دارم، این پرده رو انداختم، این میشه تقوای پرهیز. قل للمؤمنین یغضوا من ابصارهم و یحفظوا فروجهم. ماسک را جدی بگیریمه. آفرین، همون ماسک است، همون قرنطینه که من تو محیط خودم قرنطینه میشم، تو محیط آلوده پا نمیذارم. تقوای پرهیز. میگه 2 ماهی گذشته بود، یه مرتبه یه متنی رو روی بورد دانشگاه دیدم در رابطه با عباس. دانشجو عباس بابایی ساعت 2:30 شب با پای برهنه روی زمین شمن دانشگاه میتواند تا از شیطان بگریزد. دویدم سراغ عباس، چیه ماجرا؟ گفت دیشب این دوست آمریکایی ما احوالاتش خیلی خراب شد، از این مست کننده ها زده بود، از تلویزیون آمریکا هم داشت تصاویر آلوده و موسیقی آلوده ای رو دریافت میکرد. یه مرتبه این آلودگی 100 بالا، ظلمتش 100 بالا. البته پیاده نظام شیطان میشن اینا. میگه سریع بلند شد، این پرده رو کند، 2 دستی من رو گرفت نشون جلوی تلویزیون، گفت باید با من ببینی. میگه من به سرعت خودم رو از دستش نجات دادم، دیدم بخوام کفشمو بپوشم بهم رسیده. پس طبق الباب، گناه گریزی یوسف گونه، زلیخا میدوید دنبال یوسف. ففروا الی الله. فرار. این چه تقوای گریز، همون ففروا الی الله، فرار از محیط گناه. میگه داشتم میدویدم، گفتم خدایا انقدر میدوم تا این خسته بشه، از حال بره، محیط امن و امان بشه، برگردم. میگه رئیس دانشگاه داشت میومد از یه مجلسی، ماشینو کنار زد، گفت این موقع تو ورزش میکنی؟ اسمت چیه؟ گفت عباس بابایی. این موقع ورزش میکنی؟ نه بساط ورزش نیست، بساط فرار از گناهه. یه مسیحی معتقدی بود، خیلی خوشش اومد، گفت فردا اینو بنویسید الگو بشه برای دانشجویان. میگه 2 ماه از دوره 2 ساله خلبانی باقی مونده بود، رفتم به اتاق عباس، دیدم نه از اون پرده خبریه، نه از اون آلودگی ها، نه از اون تصاویر آلوده، نه از اون بطری های آلوده. تلویزیون هم حتی این دانشجوی آمریکایی داده بیرون. بعد کنار تختش دیدم یک جلد قرآن، صحیفه سجادیه، نهج البلاغه. امریکاییه، دانشجو آمریکاییه. یه چشام چهار شد. عباس چیکار کردی؟ گفت این ثمره استقامت ایمانی بر تقوا. عاقبت او رو تسلیم کرد. از اسلم شیطانی شد نفس تو ربانی، ابلیس مسلمان شد تا باد چنین بادا. ابلیس مسلمان شد تا باد چنین باد. اگر ما استقامت تقوایی داشته باشیم، تمام بی تقواهای عالم عاقبت میان سر جبهه تقوا. بل عاقبت للمتقین. این میشه تقوای ستیز با حربه ذکر الله. نماز ذکر الله، قرآن ذکر الله، نام اهل بیت ذکر الله، دعا ذکر الله. با حربه ذکر الله اهل تقوا محیط پیرامونیش رو، شیاطین پیرامونیش رو اینا تسخیر میکنن، تسلیم میکنن، کما اینکه سلیمان نبی تسخیر کرد، کما اینکه پیامبر فرمود شیطان من هم شیطان دارم، اما شیطانم تسلیم شده، مسلمان شده، اسلام آورده. ما باید به اینجا برسیم و انشالله امام عصروی فدا که بیان چنان دست طبابت بر سر ما میکشن، مراتب ایمان ما، عرفان ما، تقوای ما، اخلاق ما بالا میزنه که تمام آلودگی های عالم رو کنار خواهیم زد. لا یعصی الله فی ارضه. یه سر سوزنی معصیت نمیشه در زمین خدا. اونجاست که بهشت موعود زمین اتفاق میفته. و الان من میخوام یک نتیجه ای بگیرم. ببینید ما در ایام جلساتی که داشتیم گفتیم خیلی وقتها و مخصوصا در آخر الزمان ما باید از وادی نور نیابت و زعامت به وادی نورون علی نور امامت و ولایت برسیم.
ببینید ما اگر میگیم ملت امام حسینیم به تعبیر حاج قاسم عزیز، ملت شهادتیم، یعنی به ملت تقواییم و این که یک الگویی بشیم برای جامعه جهانی که ما میتونیم فضای مجازی تقوا محور و بدون آلودگی داشته باشیم و این باید مطالبه عمومی آحاد جامعه دینی ما باشه. اگر حسینی هستند و مهدوی و میخوان در شمار زمینه سازان ظهور امام زمان نقشی داشته باید مطالبه تمام آحاد جامعه دینی ما باشه. این مطالبه نائب الامام. شک نداریم مطالبه امام زمان همینه از ما، از مسئولان ما. نائب الامام میفرمایند هوشمندانه و مقتدرانه باید فضای مجازی مدیریت تربیتی شود. در جایی میفرمایند حجم عظیمی از آلودگی های فضای مجازی که همون بی‌تقوایی های مجازی میشه همچون بهمنی عظیم در حال فرو ریختن بر ذهن و قلب آحاد جامعه است که بعضا این خسارت ها غیر قابل جبران خواهد بود. تأکید دارن بر انقلابی عظیمتر از انقلاب اسلامی در فضای مجازی. حالا رسانه ملی ما، حوزویانمون، دانشجویانمون، اساتید حوزه و دانشگاه، نخبگانمون، دولت مردانمون، آقا میگیم یه مرتبه یه کسی بیاد بگه آقا ما نمیتوانیم، جوابش همون جواب نائب الامامه. ذهن خلاق ایرانی و جوان، ذهن درخشان و خلاقی که موشکی اختراع میکنه بدون اتکا به بیگانگان که 2000 کیلومتر رو نقطه زن میزنه، نمیتونه شبکه ملی اطلاعات رو برپا بکنه که 0 تا 100 مدیریت تربیتی و الهیش با خودمون باشه؟ قطعا میتونه. مگر اینکه کسانی خدای نکرده خودشون با اون بی‌تقوایی ها و ظلمتی که دارن خواهان این فضا باشن، خواهان شیوع فساد در فضای مجازی باشن و این حجم عظیم خواهش دلشون باشه و آمدانه خدای نکرده که نداریم و ان شاء الله نداریم. اگر باشه جوابش در همین سوره نور آیه 19 میفرماید ان الذين يحبون ان تشيع الفاحشه في الذين آمنوا لهم عذاب علیم فی الدنیا والآخره والله یعلم و انتم لا تعلمون. اونایی که دوست می‌دارن، عشقشون اینه که فحشا، فساد، عریانگرایی ها، بی‌حیایی ها، اینها گسترش پیدا بکنه در میان اهل ایمان و جامعه ایمانی، بدانن وعده قطعی خداوند برای اونها عذاب دردناک هم در دنیا و هم در آخرت. بعد میگه خدا میداند و شما نمیدانید. یعنی خدا میداند که شیوع فحشا و آزاد گذاشتن فحشا توی جامعه، یه جامعه‌ای به جایی برسه که حتی کودکانش، آخه طبق چه معادله‌ای، چه قاعده‌ای، چه معادله اخلاقی، چه معادله انسانی، چه برسه به معادلات قرآنی و ولایی، کودکان ما روان آسان به آسان ترین وجه بتونن به حجم عظیمی از آلودگی ها دسترسی پیدا کنن. قابلیت پالایششون نداره این بچه. نداره. چرا؟ چون که ما که پدران و مادرانشیم نیاز به تقوای پرهیز داریم، نیاز به تقوای گریز داریم، تقوای و اگه کسی میتونسته یه قدم برداره و نکرده، شامل این آیه میشه تک تک انحراف‌های افرادی که ممکنه چند میلیون نفر باشن و اون خسارت‌های عظیم که روانشناسا میگن دیدن یک صحنه آلوده 20 سال تمام اثر تخریبی در ذهن و روان انسان. این ذهن و روان لطیفی که از جنس روح خداست، از جنس نور خداست، ظلمانی میشود به ظلمت‌های شیطانی و نفسانی و حیوانی. در تمام اونها شریکه، باید استغفار کنه، توبه کنه، تا وقت جبران هست جبران بکنه. همه دولت مردانمون وظیفه دارن. همینجا انشاءالله عزیزان دلمون برسه این پیام به عنوان مطالبه عمومی ملتی که ملت امام حسینه و ملت تقواست و ملت اوصیکم به تقوی الله. تمام جوانانمون، نوجوانانمون، پدران علویمون، مادران فاطمیمون، همه و همه مطالبهشون از تمام دولت مردان، وزارت ارتباطات، همه مسئولان اینه که در اینجا یه یا علی بگن و اون تأخیر عقب افتاده رو انشاءالله جبران بکنن و ما بتونیم اینجا یه نمره قبولی تقوایی در آستان خداوند رحمان و امام زمان ارواحنا فدا بگیریم و باز ثابت بکنیم که ما هستیم پای میدان ولایت و امامت، نور ولایت و امامت، و این که برسونیم جهان رو به جایی که در دولت کریمه مهدوی لا یعصی الله فی ارضه. انشاءالله. خیلی متشکرم، خیلی ممنونم
از همراهی شما هم سپاسگزارم. خدا رو به وجاهت امام مهدی قسم میدیم الهی چنان کن سرانجام کار تو خوشنود باشی و ما رستگار. وقتتون بخیر، محتاج دعای خیرتون هستیم یا علی. خیلی متشکرم. خدا قوت. پشت هر کوه بلند سبززاری است پر از یاد خدا.